این سوپ مرغ رستورانی یک شام سالم و خوشمزه است. بریم که بپزیمش. اول از همه میریم سراغ پیازها. پیازهامون رو نگینی خرد میکنیم و با حرارت ملایم تفت میدیم تا طلایی بشن. حالا بلغور جو و گندم رو اضافه میکنیم. این دو ماده غلظت خوبی به سوپ میدن. یک قاشق رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم تا به سوپ رنگ و لعاب بده. آب اضافه میکنیم. سینه مرغ رو اضافه میکنیم تا حین پخت عصاره‌اش رو به سوپمون بده. هویج رو اینجوری نگینی خورد میکنیم و همراه با رشته فرنگی و جو و پلک به سوپمون اضافه میکنیم. وقتی سینه مرغمون تقریبا پخته بود بیرون میاریمش و اینجوری با چنگال ریش ریش میکنیم و دوباره همراه با سبزی تازه خرد شده به سوپمون اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا همه طعم‌ها با هم ترکیب بشن و سوپ به خوبی جا بیفته. سوپ مرغ رستورانیمون آماده است. به به عجب چیزی شد.